خب شمایی که بیننده یوتیوب چینل آزاد افم و آنهایی که صدای ما روی موج 97.8 میشنوین، امید است که خوب صحتمند و سر حال باشین. اینجا آمدیم پیش باباجی. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین باباجی جان؟ تنجور بخیر هستین، صحتتان خوب است؟ سلامت زنده باشین. میشه در نخست یک بار خود بر ما معرفی کنین؟ ما نامم غلام رسول، یکی از دکاندارای مندهی در راسته نجاری. غلام رسول عزیز، دیگه شما اگر بر ما بگین که چقدر وقت است شما همین کسب نجاری را دارین؟ ما خو اصلا خودم کسب مسلک معلم هستم، مگم این کارو بچه‌ایم جور میکنم، ما اینجا برای فروش استاد هستم. معلم صاحب دیگه خیلی شما استاد بزرگوار هستین و قدر و عزت و منزلتتون خیلی بالاست. خوشبخت هستیم که آمدیم این امروز شما صحبت میکنیم. ما یکی از شاگردایتان هستیم دیگه. خب راجع به می کسب خو معلومات دارین دیگه ان شاء الله؟ خوی تو یک کار است، کسبی است که ای از پیغمبرای ما و شما، از بزرگای ما و شما برای ما مانده دیگه. هنر است. میگن اولاد هنر باش نه اولاد پدر. اولاد هنر زنده کند نام پدر. دیگه میشکر این بچهای نمی کسب کار یاد گرفتن، هم مکتب خودم میخونن و در پالوش هم نمی کسب نجاری را، این کلکین، دروازه، صندلی، هر چیزی که رسم و رواج چیزی ضرورت است. چقدر وقت است معلم صاحب بزرگوار که شما بچه‌هایتان نمی کسب؟ ما تقریبا سال یک 10 سال میشه. 10 سال زیادتر. و کمرشون بسته شده دیگه؟ دکان خود کمرشون بسته شده، شکر کارخانه دارن دیگه در پالوش بچه‌ها. من یک بچه ما در رشته برقی است، در رشته برق وظیفه برق در برشنا کار میکنه، کارمند برشناست. دوی دیگهش نجار است، اینمی کار و کسب نجاری رو میکنه. اینمی نجاری هم دیگه اولی که جو که بخیر نیاز به نجار نیست دیگه. نه فضل خدا، هیچ مشکل ندارم در حساب کسب دیگه. هنر است دیگه. هر چی که باشه هنر است. معلم صاحب میشه یکی از خاطرات شیرینتان یا تلختان از این دوره استادیتان قصه کنید؟ از شاگردایتان کدام خاطره دارید؟ ما دیگه یک خاطره که دارم به حسابی که بچه‌ها را به می کسب و در می تشویق کردم. اینمی کسب ما به این حساب است که ما یک زمان مهاجر شدیم پاکستان رفتیم. ما بودم سابق معلم، در اونجا که رفتم در اونجا معلمی ما هیچ به درد نخورد. فقط این بچه‌ها را از اونجا زمان تصمیم گرفتم که باید این بچه‌ها یک هنر داشته باشه. دیگه نمی که باز هم افغانستان آمدم، یک دفتر بود به نام دفتر جایکا، این بچه‌ها را در رشته فن و چیزا یاد میداد، به حساب هم عملی هم نظری. باز این بچه‌ها شکر نام خدا می کسب کار یاد گرفتن و با ما اینمی یک افتخار است دیگه. به شک افتخار هر پدر اینمی است که بچه‌ش حال صالح باشه و صاحب یک کسب و کمال. بزرگترین سرمایه فرزند نیک است. بله. اینمی که یک فرزند نیک داشتی و اون بزرگترین سرمایه است. خیلی ببین که شما یک پیام میگیریم، پیامتون به پدرای بزرگوار، به کسایی که صاحب فرزند هستن، شما چون تجربهش از زیادتر دارین، میشه یک پیام اما تو به پدرای عزیزی که شما رو بیننده است؟ بعد تمام پدرایی که امروز در تمام جهان بگویید، در تمام خصوصا افغانستان که امروز افغانستان خیلی از هر نگاه پسمان است، از هر نگاه، مگم این پدرها را برایش میگم که بچه‌هایتان در هنر بانین. هنر است، در هر سر دنیا بره هنر به دردشون میخوره. قربانتان، تشکر. خیلی سپاس از شما. سپاس از استاد بزرگوار که همراه ما همچنان صحبت کردن. خب شما همچنان بیننده ما باشین و سر میزنیم به طرف دکانهای دیگه که ببینیم مردم در راسته نجاری شهر مزار بیشتر مصروف چی کار هستن. خب قسمی که شما بیننده یوتیوب چینل آزاد افم و صدای ما روی موج 97.8 شنونده هستین. امید است که خسته نشده باشین و اینم تو خوش و خوشحال باشین. از دل باش که در راسته نجاری من یک دکان متفاوت پیدا کردم. همراه اینم بیادر گپ میزنم که بوتایم برای مشکل نیست.
تا دیگه بد نشه به خدا. سلام علیکم، خوب هستی؟ خیر است جان، شما جور است؟ خوب است. قربانتان، تشکر. میشه در نخست خود بر ما یک بار معرفی کنه؟ اسم من نجیب الله است. نجیب جان، میشه راجع به کسب و کمال دان یک بار صحبت کنین؟ اینجا خود چیزای متفاوت است فکر کنم که از حسب است دیگه. کسب و کمال ما که از بچه های صاحب سامان اسب است. از همین زین است و پشتنگ است، لجام است، قمچین است، وسایل اسب است کلش. این چقدر نامای متفاوت داره. اینمی چی هست اگه نمیره که اگر ما بگیرم نه غلطه دیگاش این چه رقم یک چی؟ این از نانپسی نیست؟ بله های رفیده نانبایی است. خواهی نمانتا ما شناختم نگوی باره. بله این رنم رقم که نان دم بینش ماندن اینم تو میزنن دیگه. یک چند وقت پیش من نانبایی هم کار میکنم. خب بسیار خوب. خب ما کلی وسایلایش داریم. این نان آمپرش است، بعد این نان او پاشکش است. تا تندور که فشار میته در حساب او پاشکش، ترازو و سیخ چنگک و از ما کلش هست دیگه وسایل. میشه همه وسایل اسب بر ما یک بار هم تو یک نامش که بگین، یک نشان هم بترین که این رقم یک چیز است، این رقم یک چیز است که ما هم بفهمیم. نه وسایل اسب اینی که از چرگیش است. این چرگی که از در زیر زین میایه. در زیر زین؟ بله ای در زیر زین. نه این نیست، در زیر زین میایه اینی تو. خب یک بار ببینیم که ما هم بلدیت پیدا کنیم امروز که خدای نخواسته یگان جای دیگه که رفتیم نابلدی نکنیم، هفته هم میتونه چشمای ما میزنه. خب به هر صورت زین هم مثل این ور 6 رقم است. 6 رقم زین است. 6 رقم زین است. این اولش است. این اول در سر حسب انداخته میشه، بعدش هم در سر زین مانده میشه. این که از در سر حسب انداخته میشه، تو باز در سر ازی باز زینه میمونه. خب با در سر زینه میمونه. بله. بعدش باز در سر ازی یا قالینچه من تا زحمت هم میشه دیگه باش که ما هم یک بار یاد بگیریم. کسایی که شما را میبینه این دیگه دکان اشتباه نکنید، نمیشه به کل چیزش پیدا میشه. این قالینچهش است بچه. این قالینچهش است ها. این سرپوشش میگه. این البته دیگه اصل و بدل داره نداره؟ چرا؟ بله اصل و بدل داره. این اول است، زین اول است. با دینی یک رقم دیگه اش که زینا است. اینا پایی گفته میتیم، با پایی نیست دیگه اینا. یعنی تاریش است. خب تاریه. نگفتین که از چوب جور میشه؟ از تعدادش از چوب است. تعدادش از چوب است، سرش پای کش میکنه. تعداد زیرش چوب است. پای ازی مثلا چی من نفهمیدم. این پای که از پای گوسفند است. بله پای گوسفند. و دیگه چه چیز نیاز است به یک چاپ انداز؟ البته کسی که اسب داره و میخواد که مسابقه کنه در میدان. یک چاپ انداز اینی مثلا موزه بکار است. بله اینی موزهش است. این موزه هم شاید بسیار گرنگ باشه یا نه سبک است؟ نه سبک است. خب بسیار خوب. و اول دویم داره. این موزه اول است. موزه اول بازار که و اگر نرخ و نواهایش بر ما بگوین که نرخ از اینا 3000 روپیه است. 3000 پس و طرز تهیه‌اش خودتان میفهمین که چه رقم جور میشه یا نه؟ از چرم است دیگه. از چرم است. خالص چرم. خالص چرم است. چرمش هم ما داریم. اینی چرم است. اینی چرمش از این چیز جور میشه. بسیار خوب. اینا خودتان به کسی میتین که جور کنه یا اینا موزه قرشیک است. قرشیک میه استاد جور میکنه. ترکمنا موزه سازای مو جور میکنه. خودتان باز اجوره میتین دی؟ اجوره هم میتیم، باز میتون اونا جور میکنم و میخریم. بسیار خوب. اینی موزهش است. باز اینا که است قمچینایش است. قمچینه هست با والا اسب که نمیلات میکنه. بسیار محکم هم است. اگه یک تا بزنم تا باز میفهمی که یعنی چقدر درد میکنه. این قمچین قندوزی است. این قمچین قندوزی است. دوستا کسایی که شما بیننده هستین و عزیزایی که هفته اومدم من دادم چشمای میزنه، عزیزایی که حسب دارن مسابقه میکنن. ما چند وقت پیش رفتیم شولگری زیبا. خیر سودایتون هم بتین مشکل نیست. من دیگه و از این قمچینای متفاوت استفاده میکردن در اونجا عزیزای ما دیگه. اینی قمچین قندوزی است و این دیگه در نوکش نمیفهم که چی است. بسیار محکم است. مگر خدای نخواسته یک تا بخوریم بسیار زیاد دردم میکنه. میشه راجع به این قمچین بگویی که کجایی است؟ این چاربولکی است. قمچین استاد خیرالله میگه چاربولکی است. این نام هم داره خیلی مخصوص یک نفره. خیرالله این قمچین استاد جوره است. یعنی دوی میشه است. از همین مولا دوی میشه است. خب قمچین استاد خیرالله، این قمچین استاد جوره. والا چقدر خوب است که
آدم مشهور شوه و دیگه از جای ما کسایی که اسب دارن میخوان که وسایل اسب خود را دریافت کنن بیاین اینم تا در راسته نجاری شهر مزار شریف که در مندهی واقع است این از اینجا خریداری کنن تمام وسایلش هست و گرفته از امو زین هست تا پشت هست و خلاصه قمچین و موزه و یگان وسایل هایی که مثل این باستروقش است خواه باشه که میرم خواه این جل اسب است این به خاطر زمستان است دیگه حتما زمستان است اینا این جلوی زمستان است خواه این در زمستان است فقط اسب کدازی پت میکنن بله اسب پت میکنن تو در زمستان در حساب خنوک برف بارانی که است فایده داره مثل که ما شما کالا را میپوشیم کالای گرم اونم رقم است بشک والا این اسب کل چیز داره کالا هم داشته است بله اسب چوپنده تنها 33 قلم سامان کار داره یک اسب 33 قلم اگر 33 قلم در مجموعی بگی چند افغانی میشه به نظرت 33 قلم مثلا جنس تا جنس است جنس همه اولشه به نظرت هم یک درجه اول 35000 پس 35000 کل چیزش کل مراد کده مراد کده دیگه خب بسیار در وقتای سابق که بود 60000 55000 پیسه دارا میگرفت ولی نه کولی حالا دیگه فقط کار خرابی است چطور با همین فروشات وسایل اسب نیست والا شکر از دیگه میشه روز تیر میشه همین شوقیاش نمیه پیش شوقیاش مشتری دارن دیگه مشتری داریم از ما اطراف میبره مثلا ایسو قندوز میبره کابل میبره ایران میبره اینی چی رقم یک چیزی کمربند است در سری همین باستروق که گفتم در سری از کش میشه این ایل است خواه ایل زیرش نمتیسته ایل است والا بسیار چیزای نامش چی است ایل میگه ایره ایل جول میگه اگر من اینجا دکاندار باشم پیشم یک نفر بیا بگه بیادر یک تا ایل بده میگم چی است دیگه دیگه نفهمین باز مشکل است بله اونو چی است که چند از پیش یک نفر براتون آورد حتما در جور کردن داده بودین یا از پیششون خریدین چه رقم سرا میره یکی از چیز است خوشخونی مرکب هستی نمیزینی خره دنبندش است دور از روی دن مرکب دنبندش است خوشخونش میگیم بله میدم گفتم نگرفتم فقط ایره به خاطر چی بند میگن در زمستان این زینای خر که است این زینای چوبی که است با بغل همو سلاغ میشه اوجا که برمه با دو طرفه ایجا تار بسته میشه با جای خوشخون و چیزایش است خیلی سپاس ممنون از شما که یقدر شما را همچنان به زحمت ساختیم دیگه منتها تشکر از شما پیامتان به کسایی که اسب داره به کسایی که اینمی شوق داره چی است پیام ما همیست که خوب شوق است خوب شوق بله شوقش واقعیت از همین بودنه و چیزو کنری و همین چیزا کده واقعیت خوب شوق است اسب ما داشتیم 1-3 سال پیش داشتیم من برادر ما که از را پایش که اوگار شد باز اسب سودا کردیم ما تقریبا نگاه 7 سال 6 سال اسب بازی کردیم خوب شوق است شوقش تشکر سلامت باشین سپاس از شما تشکری میکنم از برادر عزیز ما که قربان شما راجع به وسایل هست بر ما معلومات دادن همچنان از نرخ و نواهاش خیلی سپاس تشکری میکنم از شما که تا این دم بیننده یوتیوب چینل آزاد فیلم بودین و آنایی که صدای ما روی موج 97.8 میشنون تا برنامه بعد که من متی الله صالحی در حضور شما عزیزا قرار میگیرم شما را به خداوند منان میسپارم وقت شما خوش خدا نگهدار